چند سوتیخ زمین در انگور کاریدگی هستید؟ باغ انگور دارید؟ باغ انگور ما 2 هکتار زمین در باغ انگور داریم. 2 هکتار زمین چند نهال است؟ قریب 5000 نهال است. هر یک هکتار 2500 نهال می رود. حسابی در 2 متر یک نهال میشنیم. حاصل چگونه است؟ حاصل امسال بسیار سرما زد، نه که کم میشه که ما تایخو کرده بودیم، حاصلش شروع است. یعنی که شما این تاک های انگور را زمستان تاکی خاک میکنید؟ البته را تایخو که زمستان هر سال زمستان تایخو نکردیم، همش سرما زد. امسال یک قسمش تایخو کردیم، یک قسم دیگهش تایخو کردگی بود. تیرمو که به حد گرم کرد، بادامو بلکه گل کرد، همون حالت ما همش تایخو با مولا سم میزنه گفت برآوردیم چولب دموندیم. بعد آیش سرما زد. اینایش که تایخو نکردیم، نه حاصلی به حد حاصلی گران دارن، حاصل خوب دارن. حاصل خوب دارن. با کجا صادرات میکنید؟ ما که همین حدود ریسپوبلیکا دا تو مچای کوهی را میبرن. وزیر نه بچه‌ها طرف پامیر میبرد، جرگتول میبرن. نه حاضر اومدگیان بچه‌ها چندستان جرگتول میبرن. زردالو داریم، شفتالو داریم، سیب داریم، سیبای پیشپزک داریم، زردالوی موی مایده میپختگی داریم که میآیند بچه‌ها همینجا خشون گرفته به طرف لیل نوبود و به طرف غرم پامیر دوشنبه همونجا میبرن. شما از زمینی که دارید فایده به دست میارید؟ البته را فایده نیاریم و شخص فایده نه، دهقان فایده نه، کار میکنه. انداز و این چیزا، آب و همش ما خرجدار نیستیم، ما همش رشد میکنیم. رشد میکنید. و در ناحیه وخش انگوری که شما دارید که از انگورهای خوب هستند و میبینیم که در باغ شما سیب و دیگر میوه هست، اینها را چگونه صادرات میکنید؟ به کجا؟ اینا را بسیارش به همین بازار خرانتپه، دیگرش هم بچه‌ها میبینن آدرس دارن میان همینجا گرفته میبرن، شام میبرن، پامیر میبرن. بچه‌هایی که اومدن یا پامیر میبرن، جرگتول هم طرف غار میبرن، بچه‌های کوی میبرن. 2 تا بچه‌ها مساقتی میان میگیرن میرون. کلینت‌های هم خیلی چیا داریم، صادرات میکردگی بچه‌ها. این چی انگور است؟ این انگور حفیظی است. نامش هم خیلی انگور حفیظی است. در همین خواجگی ما زیاده 2500 نهال پرورش میکنیم این انگورا. به حد حاصل خوب میتخه. امسال کمتون سرما زد، اینو تایخو کردگی بودن. تایخو ما گرفتیم، چولب وصل کردیم. همین کامش که تایخو بود به حد حاصل خوب گرفت. شما یعنی هر زمستانی را تگی خاک میکنید؟ هر زمستان ما را تایخو، زمستانایی که خنک سردی بسیار بشود اگر ما را تایخو میکنیم. نباشه دیگه هم خیلی آزاد قلمچک میکنیم. داروهای زهر ما بسیار نمی پوشیم، برای که خلق میخرد یا که مقصد که انا گودکا میخرن، گفته داروی زهر کم استفاده میبریم. ما همین داروهای مثال خودمون تیار میکردگی بسیاری وقت همین استفاده داروهای خودمون تیار میکردگی میکنیم. میوه همین حالا تمام